اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در 15 دقیقه دیگر شما رو با اخبار تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز. نخست نگاهی می‌اندازیم به چند نامگوی موضوع امروز. ایران میگوید مسئول حمله مرگبار به مسجد شهرچراغ شیراز شهروند تاجیکستان بوده است. اداره انداز ابراز داشت که نقشه نیم ساله را بر زیاد اجرا نموده است، اما کارشناسان از شرکت‌های امتیازدار تنقید می‌کنند. از که مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیاز استفاده می‌برند. سرخرید فروری توجیک از اشتراکش در جنگ اوکراین پشیمان بوده، حاضر است در تاجیکستان برای کرده‌اش جواب بدهد. عادلانه اگر مرا سود بگذرانید و عادلانه من راضی میام. مقامات ایران یک شهروند تاجیکستان را در حمله مرگبار علیه زائران در مسجد شیعه‌ها با نام شاهچراغ واقع در شهر شیراز عیبدار می‌دانند. در جریان تفتیشات ابتدایی حملگر خود را رحمت الله نوروزов از تاجیکستان معرفی کرده است. یک مقام ارشد دوستانه ایران اعلام کرد که تاکنون 10 گمانبر حمله مسلحانه تروریستی روز یکشنبه که در پی آن یک نفر کشته و چند تن مجروح گردیدند بازداشت شدند. قاضی موسوی دوستان ولایت فارس 14 آگوست گفت همه گمانبران شهروندان کشورهای خارجی می باشند. موسوی افزود پلیس پناهگاه تروریستان را کشف کرده است. این آرامگاه سال گذشته نیز به همین شیوه با حمله مسلحانه دچار شده، دست کم 15 نفر کشته و بیش از 20 نفر مجروح به جای گذاشت. مقامات ایران آن زمان نیز یک شهروند تاجیکستان را در حمله عیبدار کرده گفته بودند او پس از زخمی شدن در بیمارستان جان داد. برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در نشست خبری کمیته انداز یکی از سوالها مربوط به اندازبندی بلاگران تاجیک بود. اداره انداز وعده داده است که بعد قبول قانون در این زمینه تفصیلات بیشتر می‌دهد. در عین زمان گفته شد که شماره بلاگران اندازسپار از 46 نفری سال گذشته به بیش از 80 کس رسیده است، اما با وجه عموم مسئولان این نهاد از نتیجه جمع‌آوری انداز قناعتمند به نظر می‌رسند. موضوع اسکندر فیروز و نگاره فضلی دین ادامه می‌دهند. کمیته انداز تاجیکستان در نیم ساله اول نقشه جمع‌آوری انداز را بر زیاد اجرا کرده است. با جمع‌آوری 8.5 میلیارد سومانی این کمیته بیش از 600 میلیون سومانی از هدف خود فراتر رفته است. در یک نشست خبری شمس‌الله کریمزاده سردار سرریاست مأموری کننده کمیته انداز تاجیکستان گفت که اگر برخی از شرکت‌ها از امتیاز انداز برخوردار نبودند، کمیته می‌توانست 2.7 میلیارد سومانی دیگر به کل مبلغ جمع‌آوری شده اضافه کند. در 6 ماه سال جاری 32.5% تشکیل می‌دهد، یعنی مبلغ زیاده از 2.7 میلیارد سومانی را برابر می‌باشد. اجرای صفتی قسمی درآمد بودجه دولتی نسبت به سالهای قبلی. نصرت الله دولتزاده خاطر نشان کرد که حجم انداز در سالهای اخیر در کشور کاهش یافته است. من سالهای قبلی تقریبا 45-46% درآمدهای کارخانه رو مبلغ امتیاز تشکیل میکرد. امتیاز از همه در ساحه صنعت است. کارخانه کارکرد قرض زمین است. بعد ساحه تشکیلات مالیوی قرض خورده است، بانک‌ها در نظر دارم است. امتیازات زیاد هستند. ما قیمت در نشست قبلی هم این معلومات را شما پیشنهاد می‌کردیم میگفتیم. من حاضر در جنبه 6 ماه خیلی که من کبیرزاده به شما اطلاع دادن. همگی مبلغ امتیازات 32 زیاده از 32% تشکیل می‌کنه. خود از جانب هر یک دولت از جانب فاضل جان فتولویف تحلیلگر اقتصادی تاجیک از امتیازهای انداز در تاجیکستان انتقاد کرد. معما است که برای چی امتیازها برای شرکت‌های بزرگ داده می‌شود و آنها از امتیازها فرض کنیم مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیازها استفاده می‌برند. آنها فرض کنیم یگان امکانیت یگان استحصال نو را به راه می‌مانند و با بهانه یا با سبب همین با صاحب یک امتیازهای ایلاوگی میشه با جای آنکه آنها باز ایلواتن انداز سپارند. فتولویف معتقد است که اختصاص امتیازها در تاجیکستان ناقص است. در صورت جمع‌آوری مبلغ 2.7 میلیارد سومانی اندازهای به خاطر امتیازها پرداخت نشده، امکان داشت با این مبلغ معاش دکتران و پزشکان در تاجیکستان را بلند کرد تا از فرار آنها به خارج کشور جلوگیری شود.
دادگاه ولایتی سوخت شکایت خبرنگار زندانی خورشید فوزیلوف را رد کرده قرار 7 سال حبس او را بی تغییر گذاشته است. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره روز 14 آگوست در نشست خبری اطلاع دادند. وکیلان دفاع خورشید فوزیلوف پیشتر طلب داشتند که حکم بیکار کرده شود. مسئولان دادگاه عالی گفتند شکایت خورشید فوزیلوف ماه ایول امسال رد شد. درباره موضوع دیگری که در نشست خبری دادگاه عالی مطرح شدند در برنامه‌های بعدی برایتان معلومات میدیم. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. صبح بر وقت 14 آگوست بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین و موشک روسیه یک فروشگاه بزرگ شهر ادیسا به کامی آتش رفت. خبرگزاری ریترز نوار خدمات نجاتی اوکراین را دریافت نمود که در آن تلاش‌های افسران خدمات نجات و باقی مانده‌های فروشگاه به چشم می‌خورد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جنوب این کشور روز دوشنبه اظهار نمود که 15 هواپیمای بدون سرنشین و 8 موشک کالیبر روسیه که بندر ادیسا را هدف قرار داده بودند خونسا کرده شدند. به گفته آنها پره‌های موشک‌های خونسا شده به خوابگاه در همان منطقه زیان رساندند. تا حال منبع‌های مستقل و یا روسیه در این باره چیزی نگفتند. بعد بیرون شدن روسیه سوزش صادرات گندم اوکراین در ماه ایول سال روان ادیسا بزرگترین بندر و پایگاه بحری اوکراین بارها هدف حمله‌های روسیه قرار گرفته است. آخر هفته گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که روسیه محبوسان تاجیک را به جنگ جلب کرده است. از این پیشتر مهاجران عادی بارها شکایت کرده بودند که برای فریب آنها را به جنگ سفربر میکنند. از جمله یک جوان تاجیک نقل کرد که او در روسیه بیکار ماند و به خاطر کار خوب راضی شد که به لوهانسک اشغال شده برود. آنجا او را با فریب به جنگ بردند ولی بعداً این مهاجر فرار میکند. چطور در گزارش مومن احمدی میبینه. این جوانی 22 ساله تاجیک چند ماه پیش از صف گروه واگنر از نزدیکی‌های بخمود فرار کرده است. به قول او از 200 مهاجری که با زور به جنگ ضد اوکراین جلب شده بودند تنها او زنده مانده است. او که به خاطر امنیتش خواست چهره و نامش را آشکار نکنیم گفت ماه نوامبر سال گذشته همراه با مهاجران تاجیک و قرغیز و ازبک به خندقکنی به شهر کلینوفکای لوهانسک جلب شدند. رادیو آزادی در شرایط جنگ درستی ادعای او را تصدیق کردن نمیتواند. قسمتی از لوهانسک هنوز سال 2014 از جانب روسیه غصب شده است ولی برای غصب منطقه‌های دیگری آن هنوز جنگ جریان دارد. بعداً ما ایلوگانسک بعد درونتر میرفتیم اونجا طرفی زاپاروژی میگن اگر فهمیده باشین طرفی زاپاروژی اوس میرفتیم ما در اوس خندق را اکسکاواتور ماشین چیز میکنده ما فقط همون تختا را راست میکردیم پالشا میزدیم مقصد کریشاش محکم میکردیم از دو طرف اوکریپلینی میکردیم. جوانی تاجیک نقل کرد که پس از یک ماه کار در لوهانسک گروه واگنر به مکان خواب آنها آمد و با وعده ساختن سدهای آهنی ضد تانکی آنها را به نزدیکی بخمود بردند. این حادثه ماه دکبر سال 2022 اتفاق افتاده است که آن زمان گروه زرخریدان برای تصرف بخمود تلاش می‌کردند. جوانی تاجیک نقل کرد که در نزدیکی بخمود با تهدید و زور به آنها سلاح دادند. یک پلیگون بردم در اون پلیگون چیز ما را نشان دادن در مبین 3 روز ما را تیار کردن در مبین 3 روز. مهاجر تاجیک گفت از میان 200 نفر از جمله 40 تاجیک تنها نفری بود که شدیداً رفتن به جنگ را رد کرد. من گفتم من راضی ام جدا مرا بکشین برای من تمام تسلیم شدم وقتی پالش شیشتم در زمین من گفتم من جدا دستم پشت سرم کردم اتومات دستم پارک گفتم من جدا سر یک تیرم کنم تمام من گفتم من دیگه کار نمیکنم که همون حالت یک پشت سرم در زدن بهشیدم. او میگوید پس از 2 هفته حبس با او پیشنهاد کردند که به جنگاوران تازه جلب شده راهنمایی و با آنهایی که زبان نمیدانند ترجمانی کند. این جوانی تاجیک گفت با کمک یک نظامی واگنر که با او دوست شده بود آخر ماه فوریه برای 15 روز به رخصتی رفت و با همین از روسیه فرار کرد.
او حالا در بیرون از روسیه است و از بازگشت به تاجیکستان نیز میترسد. مرا بیام تاجیکستان، اگر بیام تاجیکستان مرا مقصد همچون عادلانه مثلا من شما بگین که من مثلا فلان چیز نروشد که اگه من باید احترام بشم، عادلانه اگر مرا سود بگذرانه و عادلانه تاجیکستان شرکت در جنگ‌های خارجی را جنایت می‌داند و بارها از شهروندانش دعوت کرد که به منطقه‌های جنگ زده سفر نکنند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که روسیه 100 محبوس تاجیک را به جنگ جلب کرده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. سفارت افغانستان در دوشنبه در آستانه 2 سالگی به قدرت رسیدن طالبان همایش برگزار نمود. شرکت کنندگان آن دیگر باره از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. همکار ما امیر ایسایف که در این همایش شرکت نمود گزارش را فرستاد. سفارت افغانستان در دوشنبه 14 اوگوست سال 2023 همایش را تحت عنوان 2 سال سلطه طالبان و فاجعه تاریخی افغانستان دایر کرد. گرد همایی امروزه به مناسبت 2 سالگی سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و به سر قدرت آمدن طالبان بخشیده شده بود. آن چیزی را که جامعه بین المللی شعار میده این نادیده میگیریم، ولی من تشکر میکنم از نهادهای بین المللی، از نهادهای حقوق بشر که هر روز با اعلامیه‌های منطقی خود ظلم و استبداد طالب‌ها را آشکار و پیدا می‌سازند. 10 نفر برخط یا آنلاینی از گوشه و کنار دنیا به این همایش پیوستند. انیفا سایمور از ایالات متحده آمریکا، نظیره عظیم کریمی از کاخ سفید، لیزا کورتیس مدیر امنیت جدید آمریکا در واشنگتن، رامشه شفا، آریانا سعید و دیگران می‌خواستند صدایشان را به گوش جامعه جهانی برسانند. امروز از آن روز سیاهی که 2 سال گذشت ما دردش را در تمام چشمان افغان‌های خود می‌بینیم. اما دردی که دوایش در دست خود ما افغان‌ها هست. دردی که اگر ما اتحاد و اتفاق داشته باشیم، دردی که اگر ما درک انسانیت داشته باشیم، دردی که همدیگر پذیری داشته باشیم، طبعا که دوا در دست خود ما هست. شرکت کنندگان میگفتند بعد از 40 سال جنگ دوباره به تاریکی رسیدند. کودکی همسایه میگیرد مرا خواب از کجا؟ خانه همسایه آمد اشک سیلاب از کجا؟ خانه همسایه میسوزد نگو آب از کجا؟ دستی دل افتاده ماه و بیچرا افتاده، این تحول پیشوی در کار محتاب از کجا؟ گروه طالبان 15 اوگوست سال 2021 پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. کشورهای جهان طالبان را برای نقض حقوق بشر، آزادی بیان، جاری کردن محدودیت‌ها در کار و تحصیل زنان انتقاد می‌کنند. و یک خبر دیگر، یک ساکن ولایت ختلان را به گناه پیروی از سازمان جبهت النصره سوریه 25 سال زندانی کردند. مسئول دادگاه ولایت ختلان روز 10 اوگوست در نشست خبری گفتند توردیال قوبیلوف بر اساس 5 بند کودکس جنایی از جمله تندگرایی، اشتراک در سازمان‌های جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم شد. نظر او وکیل مدافع و نزدیکانش به حکم دسترس نیست. توردیال قوبیلوف 37 ساله و از دهه نمونه نوع قبودیان می باشد. به اطلاع رسمی او به واسطه شبکه‌های اجتماعی چند نفر را به پیروی از سازمان جبهت النصره دعوت کرده است. رندگان عزیز، اخبار آزادی رو اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org، در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادنا کلاسنیک پیدا و تماشا کنید. ما باشد فردا شما رو با برنامه‌های نو منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک شما باشد.